کارشناسان رو دعوت کردیم از نگاه منفیت‌های ملی و دولتیمون مسئله را یک مرتبه ببینیم. شاید از لحاظ شرعی درست است، از لحاظ کنستیتوسیا و قانون درست است و باشند چند تا از کارشناسان مسئولین دولتی بگویند که از این دو بعد خوب هست، ولی منفیت‌های دولتی و ملی ما تقاضا میکند که در همین مرحله حزب سیاسی دینی نباشد. شاید این را آشکار با ما بگویند و ما سرش اندیشه کنیم. خوبی این طرح در چی است؟ اگر آنها ما را متقاعد کردند، هر کدام سه گروه هر کدام باشد، خب ما هم که دیگر انسان هستیم. حزب نه هدف است، نه یک نهاد مقدس هست. این یک وسیله هست که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این وسیله را یگانه وسیله برای شرکت در فعالیت سیاسی معین کرده است. شهروندان جمهوری تاجیکستان از آن جمله اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از این حق کنستیتوشنی خود استفاده برده ایستادند و در چارچوب یک حزب قانونی عمل کرده ایستادند. اگر متقاعد کردن بسیار خوب، ولی اگر ما متقاعد کردیم که برادران عزیز، علمای محترم، فعالیت حزب ما در اساس شریعت هست، در اساس قرآن و سنت هست، محترم حقوق شناسان، فعالیت حزب ما در اساس کنستیتوسیا و قانون‌های عمل کننده است و محترم وطن دوستان و ملت دوستانی که بیرق را امروز در دست بلند برداشته، دیگر هیچ کس را حق گپزنی نمی‌ماند یا وطن دوستی اساسی شمایید. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به نفع ملت و دولت است، به این کشور صلح آورد. اگر ما شما را اثبات کردیم، پس برای شما هم واجب می شود که دیگر این حرفا را در بین جامعه هر روز تکرار نکنید. یا شما ما را متقاعد کنید یا ما شما را متقاعد کنیم. به گفت شاعر یا بیا مسلمان شو یا ما را نصارا کن. چی بود؟ یک شعر بود کدام وقتی هم خیلی یک مضمون داشت که ولی هم یک شعر بود، چون که در هوا گپ زدن به دلیل علمی و به نام مشخص این نه آداب علمی است، نه وطنداری هست، نه کارشناسی هست و ما آماده هستیم. اصلا طرف قوی هیچگاه از مکالمه و گفتگو نمی ترسد، هیچ ضرورت برای پنهان کردن نامش هم ندارد، مگر اینکه یگان خطر حبس شدن، مثلا یگان حالتهای می شود که دیگر انسان مجبور می شود با امضای مستعار چیزی نویسد. ولی معمولا کسانی می نویسند ضد نهضت اسلامی تاجیکستان که خب اونا را خودش